باغ بوتانیکی پاریس ساکنی نو دارد. بعد سال 2015 بار اول است که در اینجا اورانگوتان کلیمانتانی تولد می شود. میمون مادینه را که 17 اکتبر به دنیا آمد یاوا نام دادند. یک هفته پیش تولد شد. حال یاوا بسیار خوب است. خوب میخورد. مادرش با نگهبانان اونس گرفته است. خودش بچهش را نشان داد. به ما اجازه میداد که او را نظارت کنیم. به اون نزدیک نشویم و به جریان طبیعی مناسبت مادر و کودک دخالت نکنیم. بچه های اورانگوتان تا 8 سالگی با مادر میمانند و بعداً مستقل می شوند. در طبیعت 40 سال، در باغ حیوانات 50 سال زندگی می کنند. یاوا را به باغ حیوانات دیگر میفرستیم، ولی بعد 10 سال مادر باید بچهش را بزرگ کند. اورانگوتان های کلیمانتانی در ورطه نابودی قرار دارند. سبب آن محو جنگلزارهای اندونزیا و مالزیا مکان سکونت آنها و شکاری غیر قانونی است. از این نوع جانور در جهان فقط 60,000 عدد مانده است.